سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا عزمت فتوكل على الله. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و دوستداران و علاقمندان برنامه درس‌های از حج، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در این برنامه خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی را سپاس گذاریم که برای من و شما توفیق بخشید تا اینکه چند لحظه از لابلای قرآن و احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم ما دروس و فواید و حکمت هایی که در حج نهفته هست ما بفهمیم و بدانیم. یکی دیگر از درس هایی که حاجی از این سفر مبارک میگیرد توکل هست. خود توکل، جایگاهش، فضائلش و ثمرات و فوائدش در قرآن و در احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیان شده. الله سبحانه و تعالی می فرماید: فاذا عزمت فتوکل علی الله. وقتی که عزم کردی و اراده کردی، بعد از عزم و اراده توکل به الله سبحانه و تعالی داشته باش. یعنی مثلا بحث ما پیرامون حج هست. وقتی که نیت کردید و اراده نمودید که حرکت کنید به طرف سرزمین دوست، حالا در این سفر آن توشه‌ای که لازم هست تو بر می دارید، از غذا و از آذوقه و از سرمایه و از آنچه که لازم هست. همه اینها را وقتی مهیا کردید و عزم و اراده محکمی طرف این سرزمین نمودید، حالا بعد از همه عزم و اراده و همه امکانات فراهم شد، حالا دیگه با توکل حرکت بکن به طرف سرزمین دوست. مسئله توکل چنان مسئله مهم است که میبینیم انبیاء علیهم السلام، نبی کریم صلی الله علیه و سلم و سایر انبیاء، با آن هم که دروازه وحی بر رویشان باز بود، خود را از توکل به الله بی نیاز نمی دانستند. توکل با ذات اقدس الهی داشتند. آیات زیادی هست که الله سبحانه و تعالی پیرامون توکل و جایگاه توکل و همچنین توکل انبیاء علیهم السلام اشاره می فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل با الله سبحانه و تعالی داشته باشد، الله برایش کافی است. در تمام امور الله برایش حامی، پشتیبان. الله سبحانه و تعالی او را در امورش نصرت می دهد. حضرت هود علیه السلام چی می گوید؟ اینی توکلت علی الله. من توکل با الله سبحانه و تعالی دارم. قرآن نبی کریم صلی الله علیه و سلم را مخاطب می کند و می فرماید: و توکل علی الحی الذی لا یموت.
توکل کن با او ذاتی که حی هست، مرگ به سراغش نمی آید. توکل کن با او ذاتی که دارای چنین اوصاف است: الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ذاتی که خواب که نمی برد، حتی پینکی هم الله سبحانه و تعالی را نمی گیرد. ذاتی هست که حی هست، همیشه زنده هست، و قیوم و همیشه پابرجاست. حضرت موسی علیه السلام هم وقتی قوم خود را مخاطب می کند چی می گوید؟ و قال موسی لقومه یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. ای قوم من، شما وقتی ایمان می آورید، مؤمن بودنتان و مسلم بودنتان بر اینه که شما توکل با ذات اقدس الهی داشته باشید. و همچنین توکل از جمله صفات مؤمنین در قرآن شمرده شده و بیان شده. الله سبحانه و تعالی می فرماید: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. همانا مؤمنین واقعی کسانی هستند که وقتی مصروف و مشغول به ذکر الله سبحانه و تعالی بشن یا ذکر الله سبحانه و تعالی را بشنون، زمزمه ذکر داشته باشن، قلوب اونها به جلا می آید، قلوب اونها مطمئن می شود. الا بذکر الله تطمئن القلوب. و همچنین هنگامی که تلاوت قرآن را داشته باشن و بشنون و برای اونها تلاوت بشه، زادتهم ایمانا، بر ایمان اونها افزوده میشه، ایمان اونها قوی میشه. صفت دیگر: و علی ربهم یتوکلون. مؤمنین واقعی بر پروردگار خیش توکل دارن. حالا تو حاجی محترم وقتی حرکت میکنی طرف سرزمین دوست، درس توکل را در این سفر میآموزی. این توکل هست. خانه خود را، زندگی خود را، وطن خود را، جایگاه خود را، تجارت خود را، زراعت خود را، همه را کنار میگذارید و حرکت میکنید به سوی سرزمین دوست. پس این توکل تو را نشان میدهد. اگر خدای نخواسته هوش و فکر و حواس را به طرف خانه و زندگی و بالاخره تجارت و زراعت و کار و معامله و وطن داشته باشید، اینجا دیگه با صفت متوکل بودن، توکل به الله سبحانه و تعالی در وجودت رنگ و بوی کمتری پیدا می کند. در قرآن و در احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیرامون توکل آیات و احادیث زیادی داریم. حالا این سفر مبارک حج گفتیم قدم به قدم درس ها دارد. وقتی ما میگیم از حج درس توکل را می آموزید و یاد میگیرید، اینه که قرآن به صراحت کامل ابراهیم علیه السلام را برای ما اسوه بیان میکنه. قد کانت لکم اسوة فی ابراهیم والذین معه. ابراهیم برای شما اسوه هست، اسوه حسنه هست. والذین معه، کسانی که به همراه ابراهیم علیه السلام. پس ابراهیم علیه السلام چقدر توکل داشت. توکل ابراهیم علیه السلام، لحظه که انسان فکر میکنه آن هنگامی که ابراهیم علیه السلام به آتش میافتد
که الله سبحانه و تعالی بر آتش صدا می کند قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. الله هست که صدا می کند بر آتش که ای آتش سرد شو بر ابراهیم، نه آن سرد که از سردیش اذیت شود. ابراهیم علیه السلام به داخل آتش وقتی می افتد لحظه عجیبی است. در اینجا توکل ابراهیم علیه السلام را ببینید که چقدر با الله سبحانه و تعالی توکل دارد. توکل ابراهیم علیه السلام در اینجا اینه که وقتی ابراهیم به آتش می افتد، ملک مقرب پروردگار عالم می آید که اون را نجات بده. ابراهیم علیه السلام می گوید من دست نمی دهم. به خاطر چی؟ برای کسی که چون پروردگار عالم مرا می بیند و مرا نظاره می کند. و الله سبحانه و تعالی لحظه به لحظه مرا از قلب من و از فکر من از همه واقف هست. الله سبحانه و تعالی وقتی توکل این بنده خود را نسبت به ذات اقدسش مشاهده می کند، صدا می کند یا نار، ای آتش سرد شو بر ابراهیم، نه اون سردی که اذیت شود. توکل ابراهیم علیه السلام. ادامه بحث توکل و توکل ابراهیم علیه السلام که چیست بعد از میان برنامه انشاءالله بیان می شود. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. توکل ابراهیم علیه السلام. گفتیم ابراهیم علیه السلام در آتش افتاد، توکل با الله سبحانه و تعالی کرد و الله سبحانه و تعالی آتشی که سوزنده هست ابراهیم علیه السلام را نسوختاند. توکل دیگر ابراهیم علیه السلام، الله دستور داد که ای ابراهیم فرزند خود را در راه ما قربان کن. ابراهیم علیه السلام بدون چون و چرا برمیخیزد که فرزند خود را قربانی کند. ثمره و نتیجه توکل ابراهیم علیه السلام اینه که الله اسماعیل ذبیح الله را از زیر کارت نجات میدهد و اون گوسفند و یاقوتی که می آید زیر کارد ابراهیم علیه السلام. توکل ابراهیم علیه السلام در عرصه های مختلف. ببینید حاجی محترم، من و تو میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. ابراهیم همسر خود را و فرزند خود را می آورد در وادی لم یزرع، در جایی که نه آب است و نه علف است و نه آبدانی، فرزند خود را و مادرش را تک و تنها میگذارد. اوج توکل ابراهیم علیه السلام را مشاهده کن. اینه که قرآن میگه قد کانت لکم اسوة حسنه فی ابراهیم والذین معه. الله اکبر. جایگاه و مقام متوکلین، فواید توکل. این توکل چی فایده دارد؟ فواید توکل چیست؟ این سفر کاملا میخواهد تو انسان مسلمان را یک انسان متوکل بسازد، کاملا توجه تو را به سوی اقدس الهی داشته باشد. از جمله فواید توکل اینه که داخل شدن به جنت بدون حساب. الله اکبر. این آرزو و هدف هر مسلمان است که به جنت داخل شود.
چی برسد بدون حساب. الله اکبر. چی نعمت عظیم و بزرگی که بدون حساب انسان وارد جنت شود. چی وقتی به دست می آید؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند يدخل الجنه من امتی 70,000 70,000 انسان از امت من، 70,000 از امت من در حشر بدون حساب اینها وارد جنت می شوند بغیر حساب. اینها چی کسانی هستند؟ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اینها کسانی هستند که بر پروردگار خیش توکل دارند، توکل فقط به ذات اقدس الهی دارند. اینها بدون حساب، بغیر حساب وارد جنت می شوند. این سفر حج هست که تو خواهر و تو برادر را از زمره متوکلین قرار می دهد، چون عملا ثابت می سازید. توکل توست تجارت را ترک کردی، توکل توست زن و فرزند را ترک کردید، توکل توست زراعت و بیع و شراء و وزارت و ریاست و آمیریت و فلان و فلان و فلان و فلان، هر وظیفه‌ای که داشتید ترک کردید، آمدید احرام را پوشیدید و فریاد میزنید لبیک اللهم لبیک. این نشانه توکل هست. دوم، دوستی با الله سبحانه و تعالی نصیب می شود. وقتی توکل در زندگی انسان آمد، ان الله یحب المتوکلین، الله سبحانه و تعالی متوکلین را دوست دارد. سوم، توکل نشانه مؤمنین هست. وقتی توکل در زندگی آمد، اینجا میدانید که در حقیقت تو مؤمن هستید. انما المؤمنون الذین، در اخیر آیه میگه و علی ربهم یتوکلون. از جمله فواید توکل شجاعت و قوت برای انسان میبخشد. انسان متوکل انسان شجاع، انسان قوی، چون میداند که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل با الله سبحانه و تعالی بنماید، الله کافی است. وقتی تو همه زندگی خود را پشت سر گذاشتید و حرکت کردید طرف این سفر مبارک، بدان که مال تو را، زندگی تو را، اولاد تو را، همسر تو را، اگر زن بودید شوهر تو را، همه اینها را الله کافی است که حافظ و نگهدار اینها باشه. انسان متوکل شجاع است، چون توکل با ذات اقدس الهی دارد. توکل سبب عزت می شود. الله سبحانه و تعالی می فرماید و من یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. کسی که پناه ببرد به عزیز، عزیز هیچ وقت او را ذلیل نمی کند. انسان متوکل پناه برده به پروردگاری که او عزیز هست، پروردگاری که عزت دهنده هست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. پادشاهی، عزت، ذلت، همه اینها نزد الله سبحانه و تعالی و از جانب الله سبحانه و تعالی. اگر الله تو را عزیز کرد، هیچ ذلیل کننده نیست، و این را بدان که اگر الله ذلیل کرد، هیچ عزت دهنده نیست. پس کسی که پناه میبره و من یتوکل علی الله فإن الله عزیز، اینجا صفت پروردگار عالم، صفت عزت ذکر شده. کسی که پناه ببره به عزیز، عزیز او را ذلیل نمی کند.
این از جمله فواید توکل. و همچنین از جمله فواید توکل دیگر چیست؟ توکل سبب فراوانی رزق می شود، سبب فراوانی سرمایه دنیا و آخرت انسان می شود. الله سبحانه و تعالی می فرماید فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر و ابقا. این برای کیست؟ زندگی دنیا، وسعت رزق، زیبایی آخرت، خوشبختی دنیا و آخرت. للذین آمنوا، برای اهل ایمان. و علی ربهم یتوکلون، توکل اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم چگونه توکلی بود؟ قرآن چی زیبا می فرماید. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقتی که مسلمان ها از احد برگشتن، دشمنان میخواستن مرتبه دیگر حمله کنن، دشمنان از این نیرنگ استفاده کردن که کسی را فرستادن برو برایشان بگو که جمع شدن تا بار دیگر بر شما حمله ور بشن. این سخن بر علاوه که مسلمانان را سست و ضعیف نکرد، قرآن اشاره می کند الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اینا جمع شدن، فخشوهم، بترسید از ایشان. صحابه بر علاوه که نترسیدن فزادتهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن الله برای ما کافی است، توکل ما با الله سبحانه و تعالی هست. پس حاجی محترم، اگر در این سفر توکل با الله سبحانه و تعالی پیدا نشد، خیلی مشکله که به جای دیگری پیدا شود، چون این سفر است که درس توکل را برای شاگردان خود می آموزاند، اونها را از خانه و زندگیشان می کشاند بیرون و اونها را حرکت می دهد به سرزمین متوکلین، به سرزمین ابراهیم خلیل الله و به سرزمین اسماعیل ذبیح الله، به سرزمین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم. بیا قدم خود را بگذار بر قدمگاه متوکلین تا اینکه تو هم جز متوکلین بشی. الله سبحانه و تعالی همه ما را جز متوکلین بگردانه، خصوصا حجاج عزیز و گرامی ما که از این سفر مبارک درس توکل را بگیرن. پروردگار عالم ما را جز کسانی بداره که بدون حساب وارد جنت بشیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.